سلام عرض کردم. ایشالا به کوری چشم آخونده همیشه سرحال و سرزنده و سلامت باشید. آقا تو وزیرای کابینه زهرمال شیخ فری یکی هست که اسم خودشو گذاشته وزیر کشور. آره همون یارو زردک نظام رحمانی فضلی رو میگم. آقا این نوچه باند شیخ فری روز 20 مرداد یه جلسه‌ای داشته با خبرنگارا. حالا این که جلسه چی بوده رو عرض میکنم، اما نکته موشکافی قضیه اینجاست که 2 هفته بعد یعنی 3 شهریور به ناگهان یادشون افتاد که این جلسه رو آنتنی کنن. راستی چرا؟ قضیه چی بوده؟ اصلا چی شده که این یارو یه دفعه یاد جلسه و این حرفا افتاده؟ بذارید ببینم چی میگفته، شاید یه چیزایی دستگیرمون بشه. اون موضوع که شما امروز زیاد بهش اشاره کردید، من به اون موضوع میپردازم. اونم حجم مشکلات و مسائلی که الان ما باهاش مواجه هستیم، به خصوص در حوزه اجتماعی و در حوزه اقتصادی که این بار خودشو در حوزه‌های دیگر هم تحمیل کرده. اوه، از کرامات این گاگول این است شیره را خورد و گفت شیرین است. چشم بسته غیب گفتی. ولی فقیه زیر حجم تحریما له و لورده شده، بعد تو تازه داری از حجم مشکلات و مسائلی میگی که تازه به باقی حوزه ها هم نشت کرده. حالا دلیل این بدبختی ها چیه؟ در یک برگشت به عقب، اون چرا که ما میتوانیم علت و علل این ویژگی و این شرایط بدانیم رو باید احصا کنیم و بهش بپردازیم. ببینید، ما شرایطی که الان درش واقع هستیم در یک عدم توازن و تعادل بزرگ منطقه‌ای بستیم. حالا این عدم توازن و تعادل چه کاری را ایجاد کرده؟ شکاف‌های بزرگ جغرافیایی، شکاف‌های اقتصادی، شکاف‌های طبقاتی. شکاف اصلی رو یادت رفت. شکاف از سطح تا ذیل نظام رو نگفتی، شکاف های عبای ولایت رو نگفتی، به هم خوردن توازن امامی علیگدا رو نگفتی. ولی همینا که گفتیم کم چیزایی نبود. خب حالا داستان چیه؟ مشکل هست؟ آره هست. شکاف دارید؟ خب آره دارید. منظور 3 تا چالش بزرگ ما پیش رو داریم. به عنوان رئیس شورای امنیت اینو عرض میکنم. درگیری با این مسئله. 1، بیکاری، چالش بسیار بزرگی برای ما در آینده خواهد بود. 2، حاشیه نشینی، با مسائلی که الان ما در حاشیه ها داریم اگر مدیریت نکنیم مشکل خواهیم خورد و هر روز اینا بیشتر میشه. 3، بحران آب. بحران آب یکی از موضوعاتی است که واقعا در سطح کلان میتونه برای ما مشکلات ایجاد کنه. چی شد؟ یه بار دیگه بگو ببینم. به عنوان رئیس شورای امنیت اینو عرض میکنم. از حجم مشکلات شروع کرد، بعد رفت سراغ 3 چالشی که نظام تو چالش افتاده، بعد آخرش هم در اومد که من به عنوان رئیس شورای امنیت عرض میکنم. چه ربطی بین چالش های نظام با رئیس شورای امنیت وجود داره؟ یکم روشن‌تر بنال ببینیم حرف چیه. ما الان در شرایطی واقع شدیم که این شرایط از نظر سیاسی و از نظر امنیتی هم برای ما مسئولیت آفرین و تعهد آفرین، هم در داخل خودمون برای حفظ امنیت و برقراری شرایط مناسب برای فعالیت در داخل کشور و هم در منطقه و هم در دنیای اسلام باش ما واقعا مواجه هستیم. نمیتونیم هم بی تفاوت باشیم. پس با این تحولات ما واقعا باید هوشیاری بالایی داشته باشیم. بهانه‌جویی ها، تحلیل های سطحی یا حاشیه پردازی ها، واقعا اینا نمیتونه این امر مهم یعنی حفظ اقتدار کشور را تأمین بکنه. افتاد. نه نگران نشید دوستان، دوریالی بنده بود که افتاد. حالا واسه این که دوریالی همه بیفته، این تیکه از حرفای کوسه تو جشنواره دانشگاه آزاد رو هم گوش کنین لطفاً. مگر می شود در فضای خفه و بسته و ارعاب دانشمندان ناب تربیت کرد و استعدادهای جوانها رو شکوفا کرد؟ با وسعتی که در کشور وجود داره نیاز به توسعه در شهرهای کوچیک احساس میشه.
اما توسعه کمی رو باید از برنامه ها خارج کنیم و به سمت توسعه کیفی حرکت کنیم. بله، کوسه و این خرمهره باندش این دم آخری اومدن به صحنه تا سنگاشونو با رسانه ها و سگ و سیله های رقیب صاف کنن و بگن آقا اینقدر به پر و پای دولت نپیچید، اوضاع خطریه، بذارید این زهر رو کوف کنیم شاید فرجی بشه. علت این که نشست وزیر کشور شیخ پری رو با 2 هفته تأخیر پخش کردنم همین بوده که سر پخشش دعوا داشتن، اما النهایه ظاهرا زور شیخ پری چربید تا از زبون وزیر کشورش خط نشون بکشه. حالا موشکاف تو کمین نشسته که ببینه النهایه سیدعلی تا خوردن کامل جام زهر چند تا ملق میزنه.